امروز واقعا شاهد اتفاق بسیار میمون خوبی هستیم که دو طرف درگیر در بین ما هستیم و خواهش میکنم جلوی دوربین اینو ما میخوایم منتشر بکنیم در سطح استان خوزستان و کل کشور. این گذشتی که امروز انجام شد واقعا گذشت بسیار خوبیه. میخوام این گذشت الگو باشه برای کل کشور و استان خوزستان. خواهش میکنم هم دیگه روبوسی کنید با هم دیگه. خواهش میکنم بفرمایید. سلامات مدرسه محمد و آل محمد. خدمت آقای چتیر حمیدی یکی از بزرگان شوش و رئیس شورای سران اشایر ائتلاف استان خوزستان هستیم، شورای حل اختلاف. نظر ایشون رو میخوام در مورد این اتفاق جویا بشیم. ایشون واقعا زحمت میکشن نه در مورد این پرونده های مختلفی رو واسطه شدن و اومدن و حل کردن